برای مسئله بودجوی باشه بودجوی سپانسر نیست رامقا قهرمانو بسیار است برای بودجت شهر کم است که سپانسر ما کم است سپورتمن ما بسیار شهر سپورتمن های نقص خوب داریم از جهتی که مبلغ گزارششان سست باشد کمتر یا یگان ورزشکار عوض نزد میبراید و یگان ترینری نزد ندارن از این سبب ممکن که دیر قهرمان شده کننده با فکری من سببی دیر قهرمان شدن ورزشکاران تاجیک در همین است که مثال کمتر تمرین نمیکنن یا که اهمیت نمیدن به اون سایخشون شاید سبب در اون شاید خواهششون است سبب ورزشکارای ما دیر به قهرمانی رسیدن این است که همین خصوصا همین ورزشکارا خودشون همین جلب ندارن و همین چیزای خیلی شوق و هوس زیاد ندارن ممکن سببش همین باشه این از سبب یعنی که شرایطی همین مبلغی که با اونها باید استفاده برن همین گمان من همین است بعد اینکه تاجیکا اگر شرایط مهیا کنی برای فرزندان تاجیک اینها به نهایت یعنی که تالنت هم گوین خطا نمیکنن همش تالنت دارن اما شرایط اونها کمتر است همین سبب اونها رو باید دستگیری کنیم. Я думаю, что в первую очередь финансирование и я думаю, что база нужна обязательно. База и больше, чтобы люди выезжали куда-то в зарубеж и участвовали в различных соревнованиях. مقصد شرایط‌های همین ما اگر ورزشکاران همین تاجیک اگر ساز باشه مثال رنگ دیگر دولت‌ها مثال اروپا مثال ساز باشه اگر ما میتونیم بر جای بلند رسیده توانیم از جهت ورزش از کم تجربه بودن مثال همین ترینرها هست. با فکر من سبب دیر قهرمان شدن ورزشکاران تاجیک در اون است که البته هر یک ورزشکار رو میباید که دستگیری خوب کرد یعنی از طرف چی گویم همون وزارت‌های داخلداری که باید هر یک ورزشکار رو دستگیری کند و البته فکر میکنم که دستگیری مبلغ از جهت مبلغ هم باشد و از جهت دیگر کارهایی که برای ورزشکار ضرور است و فکر من کمتر ضعیفتر است از این لحاظ ورزشکاران تاجیک و نمیتوانند که تستر در روی گویم در مملکت ها در روی جهان معرفی شوند یعنی قهرمانی نام قهرمان رو گیرند.